تعداد زیادی از انسان ها فکر میکنن زیاد دونستن خیلی خوبه و اینکه خیلی مطالب متنوعی فرد بدونه اتفاق خوبیه. اما موضوعی که وجود داره وقتی ما حجم زیادی از مطالب رو میدونیم ولی توشون عمیق نشدیم، این میتونه خیلی خطرناک باشه، چون ما قرار علوم رو به عنوان یک وسیله ازش استفاده کنیم ولی شما میرید بخش کوچیکی از اون علم رو یاد میگیرید یا روی اون در حد کلام درباره اون موضوع اطلاع پیدا میکنید و تو موضوع عمیق نمیشید. حالا موضوعی که سالها باید اون رو تجربه کرد و تو حالتهای مختلف اونو گذاشت تا ازش مطلع بشیم رو یکی میاد فقط سطح با کلام باهاش برخورد میکنه. مثل بنایی میمونه که یک سال بنایی میکنه، بعد یک سال میره گچکاری، بعد یک سال میره کارهای مختلف ساختمونی. اینا جنسشون یه دونه است اما هی از این شاخه به اون شاخه فرد میپره. این میتونه خطرناک باشه چون انقدر سرعتش پایینه تو این کارها که دیگه اون سرعت دست لازم که یه بنای معمولی داره رو اون فرد نداره و این باعث میشه اون فرد خسته بشه، سرخورده بشه. علوم هم همینه. شما اگه علمهای مختلفی داشته باشید اما توی هیچ کدومشون خبره نباشید، یک سال دو سال دربارشون خونده باشید، فکر میکنید که زیاد میدونید. بعد دلیل گوشه‌گیری خودتون رو زیاد دونستن خودتون میدونید. این دلیلش اینه که شما توی هیچ علمی عمیق نشدید و وقتی شما توی علم عمیق میشید با جامعه اون ارتباط برقرار میکنید، نگاه‌های مختلف رو میسنجید و این باعث میشه که شما وارد جمع‌های مختلف بشید. اما دونه دونه اطلاع یافتن از مطالب مختلف باعث میشه که شما توی یه جا مثل اتاق حبس بشید.